السلام علیکم بینندگان گرامی. اینک طبق وعده که ما به شما دادیم امروز پیمان ملی پیام خود را به هواداران خود میرساند. میخواستم درباره پیمان ملی که تعداد معین سوال ها درباره این است کمک معلوماتی هم، یعنی پیمان ملی چه هدف دارد و چه برنامه دارد. کوتاه در 1 دقیقه به شما میگویم که پیمان ملی اگر رسما گیریم 4 ماه عمل میکند، ولی غیر رسمی پیمان ملی زیاده از 1 سال ما یک جا کار کرده بودیم و هدف پیمان ائتلاف نیرو، یعنی بسیج کردن همه نیروهای اصلاحات‌های واقعاً اصلاحات‌های تاجیکستان، نه آنهایی که از نگاه خصومت شخصی با شخص رحمانوف یا با کدام انگیزه دیگر وارد سیاست شدند، ولی ما میخواهیم تمام نیروهای اصلاحات‌های تاجیکستان که واقعاً میخوان اصلاحات به وجود آید بسیج سازیم و با مردم تاجیکستان شرایط برای انتخابات آزاد را فراهم سازیم و در این انتخابات آزاد بگذار مردم شخصای مورد جانبداری خیش را انتخاب کنند و از روی برنامه ما باید این پارلمانی که انتخاب می شود کنستیتوسیون اصولا نو را تهیه و پیشکش مردم کند و مردم یعنی ساخت کنستیتوسیونی را در تاجیکستان برقرار کنیم. همین است برنامه پیمان ملی تاجیکستان. کوتاه این هدف های پیمان ملی تاجیکستان است و اصلا واسطه هایی که باید به این هدف ما را رساند که این خیلی دامنه‌دار است و ما بس در این موضوع رو به طور خطی هم برای خوانندگان شبکه‌های اجتماعی پیشکش خواهیم کرد